نشر فیلم عجیب و غیر قابل باور سیتا قاسمی کاملا بدور از تصور در سینماهای هندوستان. سیتا قاسمی در بزرگترین فیلم در هندوستان آهنگش به نشر رسید. سیتا قاسمی در کیش در کجاست؟ مصروف چه کار و بار است؟ گفتنی‌های تازه درباره زندگی سیتا قاسمی کاملا بدور از تصور. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت و از در ادامه با کانال دنیا اینفو. سرکرده کشمالوزاران ترجمند کانال دنیا اینفو. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید پس برای من بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. سیتا قاسمی هنرمند جوان چهره شناخته شده مطرح و محبوب در میان هنرمندان افغانستان است. علاقه‌مندان دوستداران خاص خودش را دارد. سیتا قاسمی هنرمند محبوب و چهره پرتلاش در میان هنرمندان زن افغان بود. سیتا از سن نوجوانی علاقه فراوانی به سرودن آهنگ داشت. وی بعد از آن که از همسر اولش جدا شد راه هنر موسیقی را آموخت و آهنگ‌های بیشمار سرود آهنگ‌های دوگانه سیتا قاسمی مورد حمایت گسترده افغان‌ها قرار می‌گیرد. این همه در حالی است که سیتا قاسمی از همسر اولش دارای 2 فرزند است و در کشور آلمان زندگی خوش و آرامی داشته است. گفتنی‌ها درباره نشر تازه‌ترین فیلم سیتا قاسمی در سینمای هندوستان موج حمایت‌ها را به همراه داشته است. سیتا قاسمی آهنگ ایندی‌اش در بزرگترین فیلم ایندی هم به نشر رسید که مورد حمایت گسترده افغان‌ها هم قرار گرفت. این همه در حالی است که سیتا قاسمی در کشور دبی با خانواده‌اش زندگی می‌کند. ولی من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این هنرمند با جمعی از هنرمندان کشور از بارگاه عزت‌الله اظهار تمنا دارم. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید پس برای من بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درود دیگر، بدرود.